بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه واهل بیته اجمعین. بعدا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما برادران عزیز، پدرهای مهربان، به این روز جمعه، روز عید، تبریک و تهنیت میگویم. پیش از آنی که صحبت خودمان آغاز اندازیم، اولا یک جایه با شما دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا تدع في هذا اليوم العظیم ذنبا الا غفرته. پروردگارا، در این روز خیلی بی نهایت عظیم از روی اجر و ثواب، خدایا گناهگار هستیم، بیگناه نیستیم و این گناه سبب می شود که ما در عذاب تو دچار می گردیم. خدایا با فضل کرم خود همگی گناه ما را بخشیده بگردان. ولا عیبا الا سترت. پروردگارا، عیبهایی که داریم در قیامت و در دنیا پرده پوشش بساز، آشکارش نگردان. ولا هاما الا فرجت. پروردگارا، مشکلات هایی که داریم، غم و اندوهی که داریم، خدای مهربان همگی را از بالای ما دور بگردان. ولا دینا الا ادیت. خدایا، بندگانی که قرضدار هستند، خدایا قرضهای اونها را کنده بگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. موعظه‌ای که جمعه گذشته داشتیم در باب فضیلت احترام پدر و مادر بود که الحمدلله 2 جمعه در این موضوع با شما صحبت ها داشتیم، زیرا که درخواست شما هم بود و فکر میکنیم که خیلی البته لازمی هم بود و خدا کند که اون جوان ها و اون کسانی که الحال پدر و مادر زنده دارند اونها را احترام کنند و با اون حدیث و آیت هایی که به شما تحلیل کردیم کاش که به اون نائل بگردند. خداوند ما و شما را سپارش داده بود و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. و فقط هرگاهی که بندگی میکنین، حمد میخواهین یا ستایش میخواهین که روانه کنین، اولا خداوند اشاره به سوی خود کرد که مرا بندگی کنین و لایق حمد و ستایش من دارم. و بعد از این چیکار کنین؟ بعد از این با پدر و مادر خود احترام کنین. بعد ادا کردن حکمهای من، بعد حمد و ستایش من، اولین حقی که بالای شماست این است که با پدر و مادر خود مهربان باشید. طاعت حق را به جان فرمان کنید. شاعرم خدا رحمت مغفرت کند شعرای ما و شما را که همه شعرهایی که ایجاد کردن همه مضمون حدیث و آیت است. طاعت حق را به جان فرمان کنی، بعد از آن با والدین احسان کنی. والدین از هر کسی خوشنود نیست. والدین از هر کسی خوشنود نیست، آن کسش شایسته معبود نیست. البته از کسی که والدین راضی نباشد، از کسی که پدر و مادر قهر داشته باشد، این بنده در نزد خداوند هیچ قدر و قیمتی ندارد. چگونه که از حدیث قصه های پیشین
با شما گفته گذاشتیم اگرچه نماز دارد، اگرچه روزه دارد، اگرچه نماز شب دارد، مادامی که پدر و مادر از او خوشنود نباشد، خداوند این عبادتهای او را حبطه می‌گرداند و نزد خودش محبوب حساب نمی شود. علقمه هم یکی از کسانی بود که در دوره‌های رسول اکرم حیات به سر می برد. این حدیث صحیح است، از حیات رسول اکرم حکایت می کند که تمامی کتاب‌هایی که فضیلت پدر و مادر ذکر می شود این قصه را برای ما و شما، برای پند گرفتن ما و شما، برای عبرت گرفتن ما و شما صاحبای کتاب نویساندند، گذاشتند. علقمه هم خیلی جوانی مثل ما و شما واری عبادت کننده بود، نمازهای تهجد داشت، روزه داشت، زکات میداد، خیر احسان میکرد. خلاص بسیار بنده عابد بود، بنده زاهد بود. حضرت روز بیمار می شود، بیماری که تکیه کننده به سوی مرگ است و عائله‌اش نزدش است. هرچند که تلقینش میکند که علقمه کلمه شهادت بر زبان بران، لکن علقمه زبانش لال گشتگی بود، به سوی کلمه شهادت حرکت نمیکرد. بعدا این عائله‌اش، همسرش خیلی غمگین شد و کسی نزد رسول الله روان کرد و به رسول الله خبر دهید که علقمه در همین حالت گرفتار است. وقتی که به رسول الله این سخن آمده رسید، رسول اکرم در حال یاران خود بلال و عمر، علی روان شدند، آمدند نزد علقمه، تلقین شهادت کردند. لکن صد افسوس که زبان علقمه با کلمه شهادت دور نمیگشت. اشاره میکرد، چشمهاش کشاده بود، چیزی میخواست، حرکت داشت، لیکن زبان حرکت نمیکرد. یارای پیغمبر خدا هم در تعجب افتادند، از جا خیستند، گفتند به نزد رهبر خود، به نزد پیشوای خود، به نزد آفتاب هر دو جهان رسول اکرم مراجعت کنید که این چه احوال باشد. رسول اکرم که غمخوار امت بودند از جای خود خیستند، بعد شنیدن این سخن نزد علقمه آمدند. وقتی علقمه را در این حالت دیدند و از عائله علقمه سوال کردند و گفتند شوهر تو در دنیا چه عمل داشت، چه کار داشت که امروز به این غضب خدا مبتلا شده است. عائله‌اش حکایت کرد، فقط از احوال خوب علقمه حکایت کرد و گفت که فکر میکنم که علقمه را مادرش از او راضی نیست. چگونه ای که عبدالله ابن سلام حکایه جمعه پیشینه کرده بودیم که مثل همین حالت علقمه بود، زبان او هم به کلمه شهادت دور نمیگشت. در حال رسول اکرم حضرت بلال از جای خود خیزاندند، گفتند رفته بر مادر علقمه سلام مرا برسان و اگر بگو خود به پیش ما می آید و اگر لازم باشد ما به نزد او می رویم تا که برای ما یک سبکی نصیب بگرداند که فرزند او در این حالت دچار است. وقتی بلال به نزد مادر علقمه رفت، مادر علقمه چنان صدای زد که خدا پرده کند. اون صدا این صدای هست که از این صدا فرزند فقط جای او همون دوزخ میگردد خلاص. گفتند بلال، پیغمبر خدا هیچگاه قدم مبارک به نزد من نگذارد، من خود به نزد پیغمبر خدا می روم. و از جا خیز میگد عصای در دست داشت، به نزد رسول اکرم حالتهای وزین قطع حاضر شد. رسول الله گفتند مادر علقمه هستی؟ گفت بله مادر علقمه هستم. گفت الحال فرزند تو در نزع جان است، لیکن کلمه شهادت بر زبانش بر نمی گردد.
من باوری دارم که سبب معنی شدن کلمه شهادت این شما هستین، فرزند خود را ببخش. مادر علقمه میگد گریان بودن، گفتن رسول اکرم این فرزند چنان معامله بر من کرد که من در دنیا و قیامت از او بیزار هستم. چنان معامله بر من کرد که اصلا من از این فرزند راضی نمی کردم. گفتن مادر عزیز از فرزند خود راضی شو. اگر راضی نمی شوی بلال از جای خود خیز و هیزم را جمع انداز. الحال که من پیغمبری شما هستم، به دست خود گفت آتش می افروزم و این علقمه را زنده به زنده در آتش می پرتایم. و به جانب مادر گشت، نگاه کرد که مادر صدا زد پیغمبری خدا علقمه را در آتش می پرتای؟ گفت بله علقمه را در آتش می پرتایم. گفت مادر علقمه طاقت دیدن سوختن فرزند ندارد. گفت مادامی که نداشته باشد، گفت پس از فرزند خود بگذر. گفت همه شما شاهد باشین که من از فرزند خود گذر کردم، از فرزند خود راضی شدم. میگه در حالتی که عمر میگوید نگاه کردیم که زبان علقمه میگد بلند کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را به آسانی میگه تلفظ کردن و بعد این میگه جان به حق تسلیم کردن. وقتی رسول اکرم در گور گذاشتن، بعد از گور گشتن گفتن حالت علقمه را مشاهده کردین و همه برای همه شما گفت این پند است، این عبرت است که کسی که مادری خود یا پدری خود البته ناراضی میگرداند، حال او البته همین است. گفته اشاره به سوی علقمه کردن. اینا حکایه های هستند که در کتاب های اسلامی ما و شما ذکر شده است برای کسانی هست که پدر و مادر زنده دارند، یعنی جنتی در پیش دارند. اگر عبرت گیرند خوش به حالشان، اگر عبرت نگیرند وای بر حالشان که حالت اونها چی می شود. رسول اکرم که ابی بکرته روایت میکند حدیث میگوید الا انبئکم باکبر الکبائر، ای اصحاب من آیا برای شما خبر دهم که کلانترین گناه در نزد خدا کدام گناه است؟ کدام گناه از همه دیده گناهی کلانترین به حساب می رود؟ قالوا بلا یا رسول الله. میگد ابی بکرته میگد این کلمه را رسول اکرم 3 بار گفتند، آیا خبر دهم شما را با کلانترین گناه؟ 3 بار میگه پی در پی گفتند. مایان گفت جواب گفتیم بله رسول اکرم منتظر جواب شما هستیم. چه هست کلانترین گناه؟ رسول الله اولین چیزی که اشاره کردن گفتن الاشراک بالله، شرک به خدا آوردن. از همه در گناهی وزنین ترین و مشکل ترینی هست که خداوند همه گناه را می بخشد مگر شرک به خدا را نمی بخشد. و شما من بیان کرده بودم شرک ها کدام هست. از همه در وزنین ترین شرک همین است که شما به ذات خداوندی یک شخصیت، یک مخلوق وابسته کنین. مثل که امروز عیسی پرست ها یا دین انجیل یا اینها چیا دارند؟ اینها به ذات خداوندی شریک آوردگی هستند. عیسی را در ذات خداوندی پیوست میکنند که اینها مشرک هستند و دین اینها، عبادت اینها در نزد خدا قدر و قیمت ندارد. این از همه شرک وزنین ترین است. و دیگر شرک هایی که در ما و شما هست، اینا هم امروز بسیار رواج دارند که اولینش الحال یک برادر اینجا سوال کرده است در باب نکاح. من برای شما انشاءالله اون شرک هم خبر میتم که در نکاح های ما و شما اینها به نظر میرسد، یا از نعل هایی که ما و شما داریم، یا خارهایی که ما و شما داریم، یا از این مزارهایی که ما و شما حاجت طلب میکنیم، همه اینا شرک به خداست. بجز خدا دیگر کسی از کسی حاجت طلب نکنین. هیچ کس حاجت شما را برآورده نمیتواند. خدا خود میگوید آخر من خود حاجت برار هستم. هیچ کس دیگر حاجت برآورده نمیتواند. نه مزار حضرت سلطان، نه مزار حضرت امیر جان، همه اینا محتاج دعای زنده هستن آخر.
اینا را باید ما و شما بگیم خدا رحمت و مغفرتتان کند. اینا منتظر یک کف دعای ما و شماست. چی جای اونی که تو از او فرزند طلب میکنی؟ چی جای اویی که تو یک مزار او را بوسه میکنی؟ تو قبر پدرت که از مزار امیر جان برای تو بالاتر است، بوسه کردن او برای تو حرام است. فقه میگه، مسئله های ما و شما میگه. اینا عملهای شرکانه هستند، از اینها دور باشیم. اولین گناهی که پیغمبر ذکر کردن این شرک به خداست. دویم چی گفتن؟ و عقوق الوالدین. و دویم این که حق پدر و مادر اگر رعایت نشد، این هم یکی از کلانترین گناه ها در نزد خدا به حساب می رود. که درباره حقوق پدرها، عاق شدن در نزد پدر و مادر، ما با شما خیلی صحبت های زیاد هم داشتیم و فکر میکنم که انشاءالله کفایت کننده هم هست. همان محمد صاحب ایرانی گفتن یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم دانا و برای آدم اهل فهم همان یک نکته البته کفایت کننده است. و الا اگر من تمام سال در باب پدر و مادر با شما صحبت کنم، کسی که اگر اراده قبول کردن نداشته باشد، کسی ناخواهم همین سخن باشد، برای مثل که یک چراغ پیش یک آدم نابینا میگذاری، مثل همون معنی دارد خلاص. و سیوم گناهی که در این حدیث رسول اکرم ذکر کردن، ابی بکرته میگد کان متکیا رسول الله صلی الله علیه و سلم فجلس. در حالتی که این دو گناه را میگه ذکر کرد، رسول اکرم میگه کج پهلو بودند، یعنی با یک پهلوی افتیده بودند و این سخن میگفتند. لیکن برای گناه سیومش میگه رسول اکرم میگه از جای خود خیستند و نشستند و گفتند الا و قول الزور و شهادت الزور فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکته. ابی بکرته میگه از جای خود خیستند و رسول اکرم گفتند سیوم گناهی که بی نهایت کلان است و عذابش سخت است، این است که سخن دروغ است و شاهد دادن دروغ است. از سخن دروغ دور باشین، از زبانی که دروغگو باشد دور باشین. حضرت ابی بکرته میگه فما زال یکررها، همیشه گفت همین گپ میگد رسول اکرم، حتی ما گفتیم کاش که پیغمبری خدا خاموش ایسته. اینقدر میگد این سخن تکرار کردن که سخن دروغ است، سخن دروغ است. برادرای عزیز، شاید این وبا بگیم، این کسل در تمام مردم ما و شما هم امروز فرا گرفتگی هست. همان حدیث رسول اکرم که یکی از نشانه های آخرت است، که رسول اکرم به ما و شما گفت سیأتی زمان علی امتی، زود است که برای امتی من یک زمان می آید که لا ابالی ما تلف من دینی اذا سلمت له الدنیا، هیچ باکی ندارد امتی من اگر از دینش چی مقداره که خراب شدن بگیرد خراب شود، هر وقتای یک مال از دنیا به دست او بیاید. امروز این با واسطه دروغ که یک مقدار مال به دست ما و شما می آید، امروز ما دروغ استفاده میکنیم و پول مردک هم میستانه میگیریم. اکثرا این که در تمام شخصا، علل خصوص در کسانی که سوداگر هستند، خیلی با احتیاط باشند. امروز این کسل در برادرای سوداگر بسیار است، به نهایت قسمهای دروغ زیاد میخورند. رسول اکرم از جای خود خیستند، تکراری به تکرار گفتند از دروغ احتراز کنید، از دروغ دور باشید. رسول الله میگوید در سوره مطففین، مفسرای قرآن یک حدیثی را ذکر کردن، الحلیف منفقة للسلعة ممحقة للبرکة. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند هر کسی که قسم میخورد برای رواج سوداش یا به دست آوردن مال اشیای دنیا، چکار میکند؟ به مقصدش میرسد. یعنی وقتی قسم خورد او انسان که این مال من بهترین است، هیچ نقصی ندارد، کمبودی در مال من نیست و مال من نظر به تمام مالها ارزانتر از گفتن از روی دروغ، اگر دروغ باشد، اگر دروغ گفتن گیرد، رسول الله گفتند منفقة لسلعتی، اون به مقصدش میرسد. برای که او انسان چکار میکند؟ او انسان به خودش جلب میکند.
و پول او را میگیرد، لکن ممحقه للبرکتی، فراموش نکرد اون پول برکت ندارد. گفتن رسول الله اون پول در دیگر راه، در مصیبت دیگر راه صرف می شود. از دروغ ما و شما دور باشیم. دروغ ما و شما را، خانه ما و شما را خراب میکند. دروغ خانه دین ما و شما را خراب میسازد. حتی پیشواهای ما و شما چی میگویند؟ میگویند که الکذاب کلیس. لیس گفته عرب ها دزد میگن. میگه دروغگو مثل دزد است. چی گونه؟ فإن اللیس یسرق من مالی والکذاب یسرق من عقلی. بین دزد گفتن یعنی از مال بنده میدزدد، لکن دزد عقل انسان میدزدد. در اصل عقل ما و شما را میدزدد، ما و شما را به خودش جلب میکند. همون دزدیدن عقل ما و شماست. در همه حالت از خدا بترسید. اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. ابو هریره میگوید پیغمبر خدا گفتند 4 چیزی هست، در کدام انسان این 4 چیز یافت شد، کان منافقا خالصا، یقینا منافق تازه هست. ببین منافق تازه همون انسانی هست که 4 نشانه 4 علامت داشته باشد. منافق شما فراموش نکنین که منافق خداوند در قرآن میگوید در پسترین دوزخ عذاب داده می شود. این که هست؟ اذا اؤتمن خانه. یکم، اگر من یک مال داشته باشم از چیزی دنیایی، اگر وای در پیش یک کس میگذارم، میگم برادر همین من یک روز پس یا یک ساعت پس یا یک ماه پس از خانه تو میگیرم، برادر همین در پیش تو امانت. اگر همین مال مرا دیگرگون کند یا بر مال من خیانت کند یا مال مرا کمش مثال نابود کند، این چی می شود؟ خیانت در مال من می شود. این انسان منافق است. یا من یک سخن در پیش یک آدم میگذارم، میگم همین سخن من در نزد تو امانت، برادر همین را فاش نکن، همین امانت است. اگر وای در همین سخن من خیانت کرد، وای در بین مردم فاش کرد، اینم چی است؟ علامت منافقی است. یکم نشانه منافق همین بود است که امانت خیانت میکرده. دویمش چی است؟ دویم و اذا حدث کذب. پیغمبر گفتند وقتی سخن میگوید دروغ میگوید. آدم دروغگو منافق است. پیشوای ما و شما میگن ما در تجربه حیات دیدیم عرق نوش از عرق نوشیدن باز ایستاد، زناکار از زناکاری باز ایستاد، لیکن دروغگوها اصلا از دروغ ایستادن نتونستند. با همین زبان خدا جان اونها را گرفت برد. و اذا حدث کذب. کسی سخن میگوید دروغ میگوید. سوم چی است؟ و اذا عاهد غدر. و فی روایت و اذا وعد اخلفه. رسول اکرم گفتند کسی که وعده میکند خلاف میکند در وعدش. اینم از نشانه چی است؟ از نشانه منافقی است. چهارم و اذا خاصم فجره. پیغمبر گفتند کسی که با کسی جنجال میکند بعد جنجال وی دشنام میدهد. شخصی که دشنام دهنده باشد وی منافق است. گفتند پیغمبر وای به حال همون جوانهایی که امروز باور کن با پهلوش میگذری از زبانش همون آتش دوزخ صدا میدهد. دشنامهای قبیح در زبانی فرزندای ما و شما، برادرای ما و شما هست که اینها را پیغمبر خدا گفتن اینها چی هستند؟ اینها را نامشان انسان نه بلکه اینا منافق هستند. از این 4 عمل ما و شما باید که چیکار کنیم؟ دوری بجوییم تا که در زمره اینها نباشیم که نام ما و شما منافق می شود. ما و شما از زمره منافقان سر می برداریم. علل خصوص برادرای سوداگر در این مسئله خیلی با احتیاط باشید. دروغ نگین. هر چیزی که هست همون اصلش به مردم خبر دهیم. رسول اکرم میگه الجالب فی سوقنا کالمجاهد فی سبیل الله والمحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب الله. کسی که اگر برای مردم
بهترین مثال از روغن و از برنج و از پیاز و از دیگر لوازمات هایی که برای زندگی ما از همه ضرور است و از دیگر جاها کشانده آورده برای سبک کردن بازار، برای غلطاندن نرخ بازار، برای یاردن یک برادر مؤمن کوشش میکند، این برادر حکم مجاهدی در راه خدا را دارد، مثل که جهاد در راه خدا کرده ایستاده است. لیکن کسی که اگر بر ضرر برادر مؤمن کار میکند یا میداند که یک ماه پس نرخ در بازار میخیزد، تمام چیزهای بازار خریده میگیرد، این انسان، پیغمبر خدا گفت، این انکار کننده کتاب خدا در کتاب خدا هست. ما و شما از این خصلت‌های رذیلت دور باشیم. عمر یاد میآید، حضرت عمر حکم برآوردن که دیگر در مدینه نبینم که کسی شیر را به آب ارارش کند. اگر کسی شیر را بر آب ارارش میکند، برای او یک مجازات سخت، یک جزای سخت من چکار کردم برآوردگی هستند. عمری که پادشاه بودن، شاه بودن، از 2 حصه دنیا در دست حضرت عمر بود. مثل امروزه چگونه ای که دولت روس و دولت امریکا یکی از دولت‌های پر اقتدار بود، در دوره‌های حضرت عمر 2 امپریای به قوت، امپریای فارس و امپریای روم در زیر تصرف حضرت عمر بود. لیکن بزم همین قدر شاهانه حضرت بی‌نهایت تواضع داشتند، بسیار شکست حال بودند. جامه‌ای که داشتند مثل جامه ما زیبا نبود، بلکه 11 پارگی داشت. شاه بودند. 11 پارگی در جامعه حضرت عمر بود. خود می گفت حبب الی من الدنیا 3، ای امت پیغمبر، من از دنیا 3 چیز را دوست می دارم: الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ثوب الخلوق. دوست می دارم که هر جا نشینم امر معروف کنم، نهی از منکر کنم و لباسی که کندگی باشد، پارگی داشته باشد، این من دوست می دارم. حضرت باشیشگاه نداشتند، قصر نداشتند. حضرت یگان بستانسرا و دچه نداشتند، پولهای در بانکهای دنیا نداشتند، بلکه بالای ریگ خواب میکردند. هر زیارت کننده ای که از دولت ها می آمد، عمر از مسجد پیغمبر خدا می یافت. در همون داخل در ذکر بودند. اونج زمان ها خاک بود، میگه در بالای خاک خواب بودند حضرت. این چنین عمر داشته ما و شما. تواضع حضرت چنان بودند که روز وقتی که عبیده ابن جراح که امیر میگد شام بود، حضرت عمر تکلیف کردن که حضرت به ملک ما تشریف فرمایید. حضرت میگد یک غلام خودش را گرفت، با همراهی بالا یک شتر نشست و با غلام خود عهد بست. غلام داشتن، یک غلام داشتن، یگان نگاه و بینچی نداشتن. در کوچه های مدینه به آدم دور میگشتند، در پهلوش هیچ کس نبود. برای حضرت از خود باوری داشتند، در کسی خیانت نکرده بودند. عدالتشان دنیا را که فرا گرفته بود و از خدا که خالص می ترسیدند، دیگر کسی از خدا که ترسید از او تمام چیزی دنیا می ترسد. میگد با غلام خود مشورت کردن که غلام گفتند 1 کیلومتر من سوار میشم، 1 کیلومتر تو سوار میشوی و با ملک شام میریم که من دعوت دارم. و این عهد و پیمان رعایت میشد. وقتی که به نزدیک شام آمدن، نوبت غلام شد و غلام میگه بالای شتر سوار کردن حضرت عمر رو. خود میگه از همون زیمان بگیم یا از همون بنده که شتر بستگی بود از اون داشتن و بین میگه یک دریاچه بود، پاچه ها را حضرت بلند کردن به همون میگه دریا گذشتند. از اون طرف عبیده ابن جراح که امیر همون شهر بود، یکی از 10 مبشره بودن. اینا 10 نفری بودن که رسول الله در حال حیات گفته بودن که شما جنتی هستین. این یکتش عبیده بود. و حضرت عمر گفتن خود بالای شتر سوار شو و غلام را پایین کن که از پس من گفت تمام مردم بهترین همین شام به استقبال شما برآمد، به این احوال شما را بینن ما ناراحت خود حس میکنیم. گفتن عبیده گفتن خدا مرا برای اسلامم عزت داد، برای لباسم نه.
برای من گفتن حسب و نسب و پول و مال هیچ اهمیتی ندارد. من عزتی که یافتم از روی اسلام یافتم، من باکی ندارم از سخن مردم. بین حضرت چگونه یک پاکیزه بدن. کاش که خداوند امروز تمام رهبریت ما و شما را، تمام پیشواهای ما و شما را، ذره از این عدالت عمر را در دلشان جا کند که حق رعیت پایمال نکنند. کاش که خداوند امروز همه رهبریت این چنین توفیق نصیب بگرداند که ما و شما در سایه آنها راحت کنیم. حضرت میگه حکم برآوردن شیر به آب اررش کرده نشود. و بعد مدتی میگه به پهلو یک دیوال گذر کردن که آواز یک زن و یک دختر شنیده میشد که اینها دختر و مادر بودند. مادر به سوی دختر میگفت دخترم آب بیار، شیر ما امروز کم است، کم زیاد اندازیم تا که پیسه بگیم یا دینار زیاد به دست ما بیاید تا که زندگی ما بهتر شود. برادرایی که امروز شیر میفروشین از این قصه عبرت بگیرین. فراج نکنین که از روزه شما ثواب چیزی باقی نمیماند. حضرت عمر خوب گوش انداخته ایستادند. دختر میگه به سوی مادر گفتند من شنیدم که امیرالمؤمنین یک جزای سخت برای کسانی که آب در شیر اررش میکنند برآورد، زیرا که رسول اکرم گفته بود کسی که آب در شیر اررش میکند روز قیامت همون کاسه در پیشش گذاشته میشود و خدا بر او امر میکند شیر را از آب جدا کن. آیا بنده میتواند جدا کرده؟ میگه مادر گشت گفت، دخترم گفت من هم گفت شنیده بودم از قانون عمر، لیکن الحال عمر نیست، خانه خالی است، کسی نیست. این دختر میگه گشته گفتند این کان امیر المؤمنین لا یرانا. مادر عزیز گفتند اگر ما و شما را الحال امیر المؤمنین ندیده ایستاده باشد، فرب امیر المؤمنین یرانا، خدای امیر المؤمنین ما را نظارت کرده ایستاده است. امیر المؤمنین ندیده ایستاده است، خدا کو نظارت دارد، خدا میبیند، خدا آشکارا و پنهان نگاه میکند. برای خداوند پرده و شب و روز فرقی ندارد، در همه صورت دیده ایستاده است. ما چیکار میکنیم؟ اینا قصه های هستند که ما و شما در خلوتی ها هستیم. ما و شما در روز یا در شب یا در پنهانا و آشکارا چی سوداها و چی معامله های میکنیم، فراموش نکنیم که خدا همراه شما هست و خداوند سخن شما را میشنود. روز رسول اکرم میگه بر بازار گذر کردند، ببینید بر بازار گذر کردند، نگاه کردند، میگه که یک مرد در پیشش یک تلی خرما داشت، بالاش پاکیزه و تازه بود لیکن زیرش بسیار افلاس بود. امروز برادرای عزیز در بازار در کدام نقطه سودا این چنین معامله نیست؟ بالاش زیباست، بالا بهترین همون اشیا گذاشتگی است، لیکن زیری او همه خراب است. این سودا سودای چی است؟ سودا سودای باطل است. رسول اکرم وقتی میگه نظر کردن، گفتم برادر، گفتم فرزندی من این چی معامله است که تو کردی؟ میگه با دستی مبارک زیری او را نگاه کردن که همه خراب است. گفتن پیغمبر خدا، گفتن این را من نکردم، من از خدای خود میترسم. الحال باران بارید، باران ایرا کرد و باران تازه کرد. رسول الله گفت مادامی که باران تازه کرده باشد اینا را اررش کن. گفت زیرا گفت در بالا پرتا، بالا را در زیر پرتا گفت تا که همه یک نمایان شود. زیرا من غشنا فلیس منا، کسی که در ما خیانت میکند وای از ما نیست. گفتم پیغمبر. این چنین حکایه ها در دوره های رسول اکرم گذشته بود. از اینها باید که ما و شما چیکار کنیم؟ عبرت گیریم. و اینا برای ما و شما یک درسی شود و از دروغ گفتن و از حق یک برادر مؤمن خوردن ما و شما دور باشیم. حضرت مولوی هم رومی خدا رحمت و مغفرتش کند که امروز شاید که همون شعار هم در همون زمانها بود که یک شعار داره ما و شما که دیگ جوشد و گرسوزه استفاده کردیستیم، لیکن فراموش نکنیم که اون گرسوزه داشت
نظر به این دیگ سوزد خیلی مشکلاتی دارد. امروز دیگی تو می جوشد، امروز احوال تو خوب می شود، لکن فردا قبر تو هم می جوشد و قبر تو هم پر از عذاب می شود. اونش هم البته اندیشه کنیم. هر کی، حضرت مولوی می گوید هر کی آخربین بود او بیدین است. کسی آخرجش فکر میکند اون بیدین است. میگه هر کی آخربین بود وی بیدین است، هر کی آخربین بود وی بادین است. هر کی فکر آخرت میکند او دین دار است، هر کی فکر آخرجش میکند وی دین ندارد، گفتن رسول الله حضرت مولوی رومی. از این خاطر ما و شما حق برادر مؤمن تله و تاراج نکنیم، زیرا حیات ما و شما بسیار قلیل است. به خدا قسم زود است که به سوی خدای خود ما و شما رو پرو میشیم. وقتی رسول اکرم مدینه آمدن، در مدینه در ترازو بسیار خیانت بود. مفسرها در سوره مطففین میگویند در مدینه بچنان خیانت بود، بچنان حق مردم تله و تاراج میشد از حساب وزن که هیچ دیگر اندازه نداشت. رسول اکرم در بین مردم این موعظه ها را میکرد. به نهایت سوره مطففین نازل شد. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. این آیت در مدینه منوره نازل شد. چی میگوید خدا؟ وای به حال آن کسانی که در ترازو حق مردم میخورند، وای به حال آنها، ویل به حال آنها. ویل این یک وادی هست که حتی میگد عذاب دوزخ از این وادی پناه طلب میکنند. همون ویل جای کسی هست که حق مردم را در ترازو خیانت میکنند. خدا گفته ایستاد است ویل للمطففین، وای به حال آن کسانی که سبک میکشند، برای خود کو پره میگیرند لکن به مردم دادنی شوند. چیکار میکنند؟ حق مردم تله و تاراج میکنند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. خدا میگوید آیا اینها گمان ندارند که فردا زنده میشوند؟ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اینا گمان نمیکنند که فردا در پیشگاه خدا لیوم عظیم، روز قیامت بسیار روزی مشکل است، اون روز زنده میگردین. یوم یقوم الناس لرب العالمین. تو نزد من در پیشگاه من در راست میشه، من از این احوال تو را پرسان میکنم. این بود یک تحلیلی سه گناهی که پیغمبر خدا که ابی بکرته راوی این حدیث است به ما و شما خبر دادند. و موضوع پیشینه ما و شما که احترام پدر و مادر بود، با این سخن شاعر اتمامش میتیم. خواهی که خدای از تو خوشنود شود، خواهی که خدای از تو خوشنود شود، سرمایه عمر تو همه سود شود، در بند رضای پدر و مادر باش تا جمله گناه تو همه نابود شود. البته شاعر گفتند اگر شما بخواهید که خدا از تو خوشنود شود، بخواهید که پیغمبر خدا از شما خوشنود شود، شما بخواهید که بهترین مکان از خود کنین، چیکار کنین؟ با ایستا که پدر و مادر از خود خوشنود بسازین، انشاءالله شما بهترین مکان برای خود انتخاب میکنید و برای شما بهترین جا آماده کرده می شود. الحال که موضوع ما یک چند سوال هایی که در نزد ماست جواب اینها هست، میخواهم که به سمع شما برسانم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. داملای مهربان و بسیار لازم برای همین مردم ما یک سوال دارم، میخواهم که جواب اینه از زبان شما بشنوم. آیا کسی که مهمان ناخوانده باشد رفتن او چه خیلی است در اسلام؟ کسی که اگر جای دعوت نمی شود، آیا رفتن او بر همان مکان چگونه هست؟ این برادر از ما سوال کرده است. رسول اکرم میگوید ایتو دعوت اذا دعیتم. هر جایی که شما را خواندند، کدام خاندانی که شما را دعوت کردند،
در اون خاندان شما حاضر شوید. وقتی که شما را نخواندند شما در خانه او اگرچه برادرت است اگرچه همسایت است حاضر نشوید. مقصد از یگان معرکه باشد، لکن برای حق همسایه‌داری یکدیگر خبر گرفتن، برای یک برادر در خانهش رفتن نشستن، برای اینها دعوت لازم نیست. برای اینا ما حق داریم که خانه یک برادر داخل شویم، برای حال او را پرسیدن، برای او با یک صحبت کردن، ایناش مانعی ندارد. لیکن معرکه هایی که الحال در ما و شما می شود، در اون معرکه هایی که ما و شما را نخوانند، در اونها اجابت کردن ما و شما را گناهکار می سازد. شخصی بود میگد ابو شعیب کنیتش بود که را ابو مسعود در حدیث روایت میکند. میگوید وقتی که آمد نزد رسول اکرم گفت، رسول الله گفت من در خانه برای 5 نفر آدم دسترخوان آماده کردم و از شما میخواهم که 5م شما باشین و حاضر خانه من شوید. حضرت میگد قبول کردند. در اثنای راه میگد یک زیارت کنی دیگر نزد رسول الله آمده ایستاده بود. رسول الله او را همراه خود گرفتند و خانه همون برادر رفتند و همون برادر بیرون خانه گذاشتند و خود داخل خانه در آمدند و گفتند برادر ابو شعیب بیرون یک مهمان دارم، اگر خواهش شما باشد حق دارین که وی داخل کنین و اگر خواهش تا نباشد حق شماست وی اونجا می ایستد، بعدا ما با اون کس صحبت بکنیم. بین رسول اکرم از خاندار اجازت میگیرد، اگر بخواهی مرحمت، نخواهی حق توست. من هیچ جای ملالی هم ندارد، این جای خفگی هم ندارد، این حق تو هست. حضرت گفتن نه. رسول اکرم گفتن اون زائری تو باشد، اون زیارت کننده تو باشد. با چشم قبول گفته رفته او را داخل خانه کردن. جابر ابن عبدالله هم میگد روز زنش گفت، جابر گفت وقتی جابر میگه از جنگ خندق، رسول الله میگه همون خندق بکندن، نگاه کرد که در چهره رسول اکرم میگه آثار گرسنگی پیدا شد، دوام به خانه آمدن. گفتن عائله من گفتن در آثار رسول اکرم گرسنگی را حس میکردم، چیزی در خانه باشد و یا دعوتی بر خانه کنیم. میگه عائلش گفتن، جابر گفتن در خانه 3 کیلو آرد از جو داریم و یک بزغاله داریم، لکن قربانی پیغمبر خدا میشوم، الحال بزغاله را ذبح میکنیم و این جو را آرد میکنیم، خمیر میسازیم و رسول اکرم با همین مقدار آذوقه‌ای که دارم با همین قدر نفر دعوت کن، زیاد دعوت نکن که شرمنده نشوی. حضرت جابر میگه آمدم در بیخ گوشی رسول اکرم گفتم رسول الله 3 کیلو جو داشتیم در خانه، یک بزغاله داشتیم و یا آماده شما کردیم، اگر چی مقدار برای اینها لازم باشد خود اختیار کن و خانه ما حاضر شو. رسول الله از جا میگه خیستند، حالان که در اطراف رسول الله میگه 1000 نفر بود. گفت ای مردم، گفت جابر ما و شما را به خانه دعوت دارد، میتونین همگی گفت به خانه جابر حاضر شوین. این حدیث صحیح پیغمبر در بخاری روایت می شود و میگه جابر رسول الله گفت که الحال رفتی، گفت همون دیگی شوربا را از بالای آتش بیرون نکن و اون خمیری که کردین گفت در تنه چگدان گفت نچسبان، من آمده یک زیارت میکنم، بعدن گفت وقتی که پخته شدن ما را دعوت کنین. حضرت آمدن میگه آب دهانش در همون شوربا کمی انداختن و آب دهانش میگه در خمیر انداختن و بعد پخته شدن میگه مردم دعوت کردن. جابر میگه قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، میگه همون شوربا را 1000 نفر آدم خوردن، میگه همگی دیگ در جای خود باقی بود و همون خمیر میگه در چگدان پخته شد، لکن همون خمیر باقی ماند. این از معجزه های پیغمبری خدا بود، این از کرامات پیغمبری خدا بود. لکن امروز که اگر ما و شما دعوت نشدیم، ما و شما باید که قبول نسازیم، زیرا که برای ما و شما حلال نیست طعام او انسانی که ما را دعوت نکردن. لیکن مسئله ها دا میگه در همین شرح حدیث میگه اگر کسی که باوری داشته باشد، همون مهمانی که همراه دارد، همون انسان مهمان دوستدار است، غضبناک نمیشود، حق دارد که مهمانش گرفته به خانه او را برد. اینش هم فتوای فقهای ما و شماست. السلام علیکم. داملای شیرین سخن، حمد آن خدای را که شما را آفریده است،
من یک آدمی نمازخوان، الحمدلله عائله‌ام هم نمازخوان، حتی نمازهای شب هم بعضا میخوانیم. هرچند دعا کردیم اما خدا ما را 4 سال است که فرزند نداده است. از شما خواهش و التماس دارم که در حق من دعا کنید که من صاحب فرزند شوم. پروردگار به حرمت این روز عظیمت و این روز مبارکت، این برادری که نمازخوان هستند، عبادت کننده هستند، البته تمام بنده فقط محتاج به سوی تو هست، محتاج به هیچ کس نیستیم. دستی بندگی به سوی تو میبرداریم. خدایا این برادر ما را از بهترین نعمت که این فرزند است خدایا برخوردارش بگردان و خدایا این فرزندها را سالم و صالح بگردان، خدمتگار اسلام و خدمتگار پدر و مادر بگردان. آمین و رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. 2 سوال دارم. یکم سوال من این است که ما در نمازهای شما اشتراک کردیم، بعد شام شما تسبیح گرداندین. آیا این جایز است؟ زیرا که در بسیاری از مسجدها بعد شام تسبیح نمی گردانند. حضرت ابو هریره می گوید من سبح الله فی دبور کل صلاة و حمد الله و کبر الله 33 و تمام 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. پیغمبر خدا چی گفته بود است؟ گفته بود است که کدام از امت من اگر بعد تمام نماز گفتند، از پس همه نماز گفتن پیغمبر خدا، اگر کسی 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر میگوید و 100 کلمه او را با همین کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له انجام میدهد، خداوند مغفرت خطاهای او را میکند اگرچند خطاهاش مثل کفک بحر باشد. این حدیث پیغمبر خداست. از این خاطر در تمام نماز تسبیح گردانیدن و ذکر کردن جای غلط نیست. حتی بعد شام آیت هم که بخوانید جای غلطش نیست، جای خطا هم نیست. ذکر هست، در اذکار میدراید، در ذکرها میدراید، ثواب میگیرین، هیچی باکی نداره. دویم سوال درباره نکاح شرح میدادید. آیا طاعت در نکاح شرط است؟ نکاح یکی از سنت های پیغمبر خداست و من مراجعت میکنم بر تمام همون خاندانی که دختری خدا نکاح ده میدرارد یا بچه خود نکاح میکند. اولا شکر به سوی خدا بگیم که این خرسندی را خدا در خانه شما ارزانی فرمود که بر خانه شما یک برادر مسلمان داخل میشود برای اوسقالی و برای دختری تو در نکاح فرزند خودش در آوردن. باور کن این یک نعمت است. وقتی که اون برادر داخل خانه تو شید، رسول اکرم میگه خیر النکاح ایسرها، بهترین نکاح همون نکاحی هست که سبک انجام می‌یابد. یعنی شما قلینگی سبک پرتایین و شبهای نکاح را خیلی با یک وقتهای کم سپری کنین. این بهترین نکاح است. خاندان نکاح میشدگی ده نکاح را مضمونش همین است که وقتی در خاندان شما همان شه داخل می شود، افسوس که امروز اکثر بدعت ها در نکاح ما و شما و حتی شرکی که در اولی صحبتم بر شما خبر داده بودم، نگاه میکنیم همون بچه‌ای که نکاح می شود با همون توفلی های خودش بگیم بالای کرپچه آمده میشیند و حتی همون در پهلوش رفیقایی که دارد همونها هم با همون توفلی های خود بالای همون کرپچه میشینن. به مقصدی چی؟ به مقصدی که اگر این بدر کرده شود ممکن که من نکاح خوب نشود یا من بدبخت شوم. ببین این عقیده را ببینین. حالا که شما در قرآن میخونین ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا بجز تو دیگر کسی را عبادت نمیکنم، بجز تو از کسی مدد طلب نمیکنم. تو از توفلی پاد میترسی، تو چگونه بنده هستی؟ و همون ملاهایی که بگیم کرکرانه همون یک نکاح میکنین، همون چشم بسوی از او کاسه و از او نان در مثال چشم تا دختن در پتینکه همون نظر کن.
و همون را بگو که پتینکت بدر کنی از اسلام نیست آخر. این چی عمل است؟ این چی حکم دارد خودش؟ یا اینکه در بین همون قدر مرده که زیاد مادر همون، خواهر همون، اپای همون داخل می شود، در صورتی که وقتی خودش خم میکند تمام وجود او میتواند یک سوزن دیگر در دست او از پس همون دخته است. این چی عمل است آخه؟ اینا از اسلام ما و شما نیست. همه با خبر باشید اینا همه شرک هستند. اینا همش یک عملهای بگیم جهودی است، نصرانی است. حتی خطا نمیکنین. اینا را ترکشون کنین، نگذارین در بین ما و شما اینا عمل کنن. اینا از ما و شما نیستند. و تقه در نکاح هیچ شرطی نیست آخه. تقه چی لازم در نکاح؟ نکاح قاعدش همین است. خواهر ما از یک طرف میشنانیم، اون برادر ما از یک طرف میشینانیم، میلش در بین یک پرده میکشیم و صدا میکنیم خواهر همین برادر فلانی فلانی هست. آیا نفس حلال خودت را بر همین جوان بخشیدی؟ باید اینجا شوهر و همون شاهدای اطراف بشنون آوازی زنن. شنید؟ بعداً شوهر هم پرسان میکنیم، تمام خطبه نکاح را میخونیم، دعاشو میتیم، خلاص. اینجا دیگر سون برای تقه چی لازم؟ یا تقگی چی داد در کار است؟ چی لازم نیست. اینا در یگان کتاب نکاح هم خبرش آمدگی نیست. و امروز خودتان هر چیزی که هست خودتان بر سر خودتان آوردگی هستید. 10 کس و 20 کس از دخترها را جمع میکنین، خنده زیاد، موسیقی های بلند ماندگی، بعد بیچاره همون ملاد در همون یک بیخ نشستگی که او هم میگد برای 5 سوم بیار، برای 10 سوم بیار، برای 50 سوم بیار. این چه عمل است آخه؟ خاندانی که میریم همون خاندان در گپی مرد نفوذ دارد و گپی مرد که گذرا هست، در حال نکاح انجام مییابد. خانه در که حواله به سوی همون زن باشد و معرکه زنها، اون 3 ساعت و 4 ساعت اون بیچاره در اونجا می نشینند و منتظر هستند که کی او هم میگد. حالا که او هم میگد او داغ از بیچاره. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. البته این خرافات ها را از بین دور کنید. این خرافات ها از ما و شما نیست. با اینا چنگ نزنیم، با اینا فریفته نشویم. حتی من به خدا باور کنید در بین صحبت‌های این برادرها حتی دایم قید میکنم کاری کنید که همین معرکه‌های وزنین مثل فاتحه همین از بین برداشته شود. باور که از توی ده مشکل است. یک شب مردها، یک شب زنها با 10-12 نمودی خوراک. این آخین مرد اینقدر قوت از کجا پیدا میکنین شما؟ میلش همون زن قهر میکنه، تا هم قهر کن، تا هم قهر کن، ببرو از خانه، برای همین مثال یک کاری شریعت زنده کردن. اینقدر مشکلات خودهاتون در قرض پرداختین. شب نکاح را نمیگو چقدر مشکل. یک شب نکاح یک توی، فاتحه 2 توی است، هم شب مردک ها هم شب زنک ها 3 توی. باز به زمین آخرانش بعد 2 روز دیگر دوام میکنه. 5 معرکه شما میکنین در یک هفته. از کجا میاری؟ مجبور میشین قرض کنین. و وقتی که شما قرضدار مردین، رسول الله چی میگتان؟ صاحب الدین مغلول فی قبر لا یفک الا قضاء الدین. کسی که قرضدار از دنیا میگذرد او در زنجیرهای آتشین خدا بسته شده است. او را خداوند از عذاب خلاص نمیکند تا وقتی که قرضش کنده نشود. شما از دنیا با قرض بگذرین، یعنی کاری کنید که همین زن و دختر شما خرسان باشد. خیلی اختیار کدام میشه که خودتان اختیار کن. الحال در این صحبت ما رفیق سید علی اشتراک دارن و با این رئیس 2 هفته پیش ما سفر دوشنبه کرده بودیم برای چند مسجدها را رسمی کردن. تا امروز این مسجد ما حجت نداشت. الحمدلله که با کوشش رفیق سید علی که خیلی سهم کلان دارن در این حجت ها، رفتیم یک جایه دوادو کردن و این مسجد رسمی کردن. الحال میخواهند که یگان صحبتی بر ما و شما کنن. از همه شما التماس داریم خیلی با دقتانه گوش اندازیم که رئیس چی میگویند. مرحمت. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وأيد أنبياءه بالآيات البينات والبرهان وأرشد أولياءه إلى طريق العارفين
باللطف والإحسان وخلصه من آفات الدنيا وآفات النفس ووسواس الشيطان وفتح عقولهم باليقين والعرفان وخصصهم بالواردات الغيبية من جانب الرحمن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار الجنان. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الثقلين وحبيب الرحمن صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الموصوفين بالعدالة والإحسان، خصوصا على الإمام الهمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق صاحب الصدق والإيقان، وعلى الإمام الهمام عمر الفاروق فر من زله الشيطان، وعلى الإمام عثمان ذي النورين جامع الآيات والقرآن، وعلى الإمام الحمام علي الرزي الوفي منبع الجود والإحسان، وعلى الإمامين الهمامين الفاضلين الكاملين. يا أيها الناس قد جاء في الحديث عليكم بتقوى الله في السر والعلانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. رسول اکرم گفته بوده است علیکم بتقوی الله. بر همه شما امتی من این است که واجب بگردن همه شماست که از خدا بترسین. علیکم بتقوی الله فی السر والعلانیه، خواه آشکارا باشد خواه در پنهانی باشد، در کدام حالت نباشد شما از خدا بترسین. مالک بن انس که صاحب مذهب هستند، ما و شما 4 مذهبی برحق داریم اهل سنت، میگوید همسایگیم در یک مرد زندگی میکرد و میگه دائم نظارت میکردم آهن گرم در دستش میقپید، دستی او را میگه این علاو هیچ تأثیری نمیکرد. روز پرسان کردم همسایه این کراماتی که بر تو پیدا شد از چی پیدا شد؟ این در همون فتوای امام مالک است. این قصه میگد گفت یک وقتای جوان بودم و کسبم آهنگری بود و بسیار فاسق بودم، بسیار فساد بودم و یک زن همسایه داشتیم سیده بود، از اولادهای پیغمبری خدا بود و بسیار زیبا بود و شوهر نداشت میگد و کودکی زیادی داشت. روزی میگد بر همین دکان من گذر کرد، از من طلب کرد. همسایه گفت بر من قرض بده، گفت تا که سرپرستی فرزندها امروز به عهده من هست. حکایت در باب خدا ترسی می رود. میگد من که میگد بسیار از خدا به خبر بودم، به جانب این زن گفتم اگر بر من یک جا شوی من قرض نه همچنان پول را بر تو میدهم. مثل امروز بسیار بچه هایی که بیچاره 4 سوم یافتند یا صاحب دکان شدند، دخترهای مردم با این راه ها فریب میدهند و مردم پول به دخترهای مردم پول میدهند، مال میدهند تا که اونها را استفاده کنند، لکن فراموش نکنند کما تدین و تدان. پیغمبر خدا گفتند چگونه معامله کردی معامله را انتظار شو. باوری هست که خواهر او را ما در زیر پا یک مرد دیگر میبینیم.
باوری هست اپا و آچه را در زیر پای یک مرد دیگر ما میبینیم. کسی به این معامله چنگ میزند، دست میزند، بی جزا بی مکافات نمیماند. البته به البته هوشیار باشین جوانای عزیز، در حالت همون زنا اگر شما از دنیا بگذاریم، به خدا قسم اگر مولوی شما را جنازه کند شما کافر هستین، شما ایمان ندارین. میگه طلبش کردم، گفتم مرحمت اگر بخواهی قرض نمیدهم، همچنان بر تو پول میدهم، لیکن بر من یک جا شو. این زن میگه از دکان من بیرون شد. باز زندگی که میگه مشکل آمد، باز روز دیگر داخل شد، التماس کرد قرض بر من بده. باز همون پیشنهاد کردم، قبول نکرد. سوم روز آمد، باز همین پیشنهاد شد. گفت به شرط من هم یک شرط دارم. گفت شرط من همین است که جای میریم که هیچ کس نباشد. گفتم مشکلی نیست. این آهنگر حکایت دارد، مشکلی نیست. گفتم میگه بر خانه بردمش، خانه در کسی نبود. میگه دریچه را همه را بسته کردم و میگه به سوی زن نظر انداختم، بدن نازکش مثل برگ بید میلرزید، زیرا وی بار هم بر حرامی رفتگی نبود، بار هم بر زنا نزدیک نشده بود. دختری آلفته بود، دختری سیده بود. میگه بدنش میلرزید. گفتم چرا بدن تو میلرزد؟ گفت برای آنه که تو در شرط خود وفا نکردی. من بر تو شرط گذاشتم جای میریم که کسی ما را نبیند. گفت کسی نیست. گفت دریچه ها همه بسته شد. گفت ای فاسق، ای خائن، دریچه ای که خدا نظر میکند کشاده است. خدا ما را نگاه دارد. این دریچه اصلا بسته و قلف کرده نمی شود. این تبدو فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. خدا میگوید خواه در پنهانی گناه میکنی، خواه در آشکارا گناه میکنی، خدای تو نگاه دارد. فراموش نکن و الی المصیر.